ز خود نگذشته‌ای، ز خود نگذشته‌ای، از محمل لیلا چه میپرسی؟ یعنی که تو کی مثل منصور سرت تا چوبه دار رساندی که آل آمدی محمل لیلا را میخوایی؟ محمل کجاوه است که در سر شتر میموندن و در او وقتا بخصوص خانما را هم وقت سفر در محمل میشوندن. و زینال به محمل رسیدن به لیلا رسیدن است غیر مستقیم. و در این شعر میگه که از تو کی از سر تعال تیر شدی که به مقصدت بتانی برسی؟ برای رسیدن به مقصدت باید از سر تیر شوی. ز خود نگذشته‌ای، از محمل لیلا چه میپرسی؟ بازی در جوابش میگه که چطور؟ چی میگه که ما از سرم تیر نشدیم؟ ما در ایران مردم، جان دادم برای رسیدن به لیلای خود، به مقصد خود. باز برش به دل میگه که غبارت باقی است، سیست که مردی، اما انوز کاملا در ایران مزمحل نشدی، از بین نرفتی، انوز هستی داری. بازی برش میگه که چی هستی دارم؟ خاک شدم مدیرا. باز میگه غبارت هست، غبارت هست، آرایش دامان صحرا کو. خاک شدی اما انوز غبار داری، انوز خاک هستی. بخی از ادیرت، بخی از قبرت، استاد شو در هوا. قیام غبار که قیام بیدل است، که میگه ذره ذره خاکت باید به یک قیام تبدیل شد. قیام چی؟ قیام غبار. آرایش دامان صحرا کو. و این صحرا را از غبار خاکت آرایش بده. یعنی انوزم نشی در جای، دست نکش از مبارزه. ایرای است که ما میرم و ایرای است که میخوایم شما همراه ما باشین. ما و شما این کثافات را که موجود است باید یک جایی پاک کنیم. شما میبینین که در ظرف 3 یا 4 ماهی که ما برنامه دارم، ما و شما یک دستاورد خوب داریم. میدیای افغانستان، حداقل میدیای بیرون کشور، یک میدیای گم بوده در میان خاک و خاکباد. میدیای افغانستان در یک سرکل، در یک حلقه میدوه، خط پرکار. یعنی پرکار که میگفتیم نه که اگر یک حلقه بکشی دور خود میگرده، به مقصد نمیرسی. به کجا میرسی؟ میدیای افغانستان یک میدیای هدفمند نبوده. هدفمندی بدون فهم به وجود نمیآید. اولین چیز فهم است که باید بفهمی که کجا هستی، چی میخوایی، کجا میری. بدون ازی نمیتونی یک انسان هدفمند باشی اگر نمیفهمی. متاسفانه میدیای افغانستان نقش سرمشق، نقش رهبری را نداشته، چون کسایی که این میدیا را پیش می بردن در راه سر است، یا نمیتونستن هدفمند باشن چون امی فهم از این مشکل نکرده بودن. بنابراین یا در به استثنای یک گلکای خرد دیگه به یک چمن از گل تبدیل نشدن. اینا به استثنای یک شمعکای چوچه که در اولین پف از بین می رفت، به یک چراغی که از دور بر مردم یک هدایت شود تبدیل نشدن. ما و شما می خواهیم یک مسیر را بپیماییم. ما می خواهیم چراغ در پیش پای هم دیگر خود باشیم. برنامه ما یک برنامه هدفمند است. هر کلمه را که شما در این برنامه میشنوین باور کنین که تصادفی نیست. ما کلمه پشت کلمه پشت کلمه پشت کلمه چراغ روشن میکنم که ما و شما برسیم به یک جای. یکی از کارهایی که ما در این 4 ماه کردم
این بود که امی میدیای افغانستان تشریح کردم میرم، میدیای بیرون مرزه، امی آقاهایی را که من میگیرم کلپایشان هم میمانم و آل یا تبلیغات میکنن که این کار چتیز کلپای مردم هم میمانی، برو از خود برنامه داشته باش. نه، این کثافات است که ما باید در خورد شما بتم که ببینین با چشم خود. اگر ما این کلپای از یارا نمانم، حتی خودشان هم باور نمیکنن که یا چقدر گم هستن، چقدر حتی از نقطه نظر دینی مشرک هستن. اگر ما همین کلپ نمیماندم که یک آقای به بزرگی ستاره سیرت مجاز می شما را عروسی کردن با یک دخترک 4 ساله را، بسیاری ها حتی باور نمیکرد. آقای مجددی نامدن، کتاب خدا نخواندن، خطوط اعلان نکردن، کسا زنگ نمیزد که آقای مجددی هیچ وقت تیه گپ نزده. طرفدارایشان ما بودم که آمدم ثبوت کردم. یک تفاوت ما ایست که ما گپ خود در کرسی میشانم. تفاوت ما در این برنامه هایی است که ما پشت گپ خود اعلان نمیتم، ما گپ ناک نمیزنم. وقتی که زدم او گپ ما ثبوت میکنم. گفتن سججان گفت که ببخشین آقای مجددی. ما گفتم ما دقیق تر هستم از سججان. چرا سججان معذرت خواسته در حالی که کتاب موجود بوده؟ آیا نمیتونست 2 دقیقه مصرف کنه که را بخونه؟ سججان است، پروگرام عزوز. اما در پروگرام ما که یک گپ میزنی باید دقیق باشی. در این هفته ما برنامه در سر یک کس دارم که اصلا باور کنین نیره ما اینه میره نمیخواستم که سرش برنامه داشته باشم. همین کسی که به نام رباب شکن میگفتم، به خاطر ازی که ای از امی سطح سیمی نمر 1 درجه دیگه پایینه. در چی؟ در معلومات نه. معلومات سیمی نمر از این در عین اندازه است. او یک به معلومات محض و ای یک به معلومات محض. او یک چراغ کور و یک چراغ کور. مگرم ای تنها تفاوت چیز که یک چاشنی لچکتر است. و ما ایره نمیخواستم سرش گپ بزنم. ای گپای زیرش ارزش نمیدادم که سرش گپ دیم. ای آقا آمد و در مورد 4th of July 4 جولای که روز آزادی امریکاست یک برنامه ساخت. چیزی که متاثر کننده است که این معلم است در یک آی اسکول در کالیفرنیا. این معلومات از چند گوشه باید دیده شود. یکی که وقتی که خودت معلم هستی در یک آی اسکول باید حداقل قاعده 10 صفحه معلومات در مورد تاریخ از این مملکت داشته باشی. 4th of July باید بفهمی که چی هست. اگر تو فکر میکنی که 4th of July Pledge of Allegiance است یا تجلیل عزوز، بسیار غلط میکنی. یعنی که اگر 1 صفحه معلومات در مورد تاریخ امریکا داشته باشی، در اونم 1 صفحه اینمی موجود میباشه. و Independence Day که یک روز دیگه است که 4th of July در واقع تجلیل عزوز، ای در امو صفحه دمی سطر 2 یا 3 حداقل میایه. اگر در سطر اول نه، اگر ای دو تا را تو فکر میکنی که اردوش عین گپه، بسیار یک به معلومات آدم هستی. بین که با هم ببینیم کلپ از ای آقا را. البته دیگه از که پیش شد شما شاهد باز چیزهایی بوده باشین، گزارش ها و جریان هایی که در امریکا بخی به اصطلاح داغ بود و این تجلیل از جشن آزادی امریکا بود در 4 جولای که آتش بازی ها رو دیدین. خدا کنه اطفال عزیزتان بوده باشین برای سیل ازی آتش بازی ها. برای اطفال یک چیز جالب است، صرف از نظر سرگرمی، نه از نگاه تجلیل. دیدن اولا می جمله بندی و می قوه افاده از این رسایل کنین که چی رقم شروع میکنه. باز می جمله بندی، می گفتن کلمه جالب دیگه، امی قوه افاده از این مثل امی قوه نقاشیش است. اگه متوجه شده باشین یه دمی روی خود یک نقاشی کده. امی ذوق نقاشی ازی چقدر خرابه. این بروتای سیاه یک تیز کده که توبه. خو یادم در حدود 50-55 ساله یک آدم از، شاید هم زیادتر، یعنی معلوم دار ریش سفید است، موی سفید است چیزا.
ولی یک رنگ کده خو خیر حال یکان دفعه ما هم رنگ میکنم اگه یک رنگی که هنوزم با سن سالت بیشینه یک کمک اجازه میدی که رنگ معلوم شه همون رنگ اصلی. این یک سیاه کده که یک آدم کورم میفهمه فقط که از پر زاغ برای خود ریش و برود جور کده باشه و ابرو. باز دیگه ای که امی کل بودن خدا می پد کده بخیلی میام قبول داره که مثل که مخاله گفت نه برای ما که آقای ایار خدا کل کده انشالله کورم میکنه یه خیالش که کل بودن خدا زدگیست. کلایتا پس که بیشی مردوار رو نشان بده سر کلته بیادر رقم ما. ولی با هر حال اگر از مزاق تیشیم یک قوه افاده چقدر خراب داره، چی رقم یک شروع میکنه و چی رقم میخواید توهین کنه آتش بازی را. والا برای اشتککا یک سرگرمی است دیگه. خدا کن اولادکایتانه خب خیره خوبه که یا برای اولادکای خود دقل یک سرگرمی باز کردن برای خود یک سرگرمی داشته که اینمی سرگرمی ها اینمی آتش بازی در مموری از یاد در خاطرات از یاد درج میشه. وقت کلان میشن بر از یا یک عشق میته برای مملکتشان و در این زمان عشقی را که ما ساختگی برای مملکت خود میدادیم یا نمیتن کمک واقع بینانه اولاد خود کلان میکنن و با یک دید وسیع‌تر. یک دفعه دیگه ایره گوش کنین. البته دیگه هفته که پیش شد شما شاهد باز چیزهایی بوده باشین، گزارش ها و جریان هایی که در امریکا بخی به اصطلاح داغ بود و این تجلیل از جشن آزادی امریکا بود در 4 جولای که آتش بازی ها رو دیدین. خدا کنه اطفال عزیزتان نبوده باشین برای سیل زی آتش بازی ها. برای اطفال یک چیز جالب است صرف از نظر سرگرمی. حال شما با یک کلپ دیگه گوش کنین که توهین ازی با این روز 4 آف جولای کمک بیشتر میشه در یک مملکتی که تو زندگی میکنی که برای تو تمام حق و حقوق داده. فکر کنین که یا چقدر بیعلاقه نه کاش که بیعلاقه باشن، چقدر پر از نفرت هستن. این شما و این کلپ دیگه به اصطلاح با آقای سرخ برای مردم نشان میتن که اصل توجه مردم از اصل موضوع به دیگه طرف کنن. یعنی تجلیل چی رو تجلیل میکنن در تجلیل نمیدونم کدام آزادی. میبینین که به چی رقم آغاز میکنه توهین و تحقیر به این مملکت. کنین به این کلپ دیگه. بعد از این حادثه 11 سپتامبر در مکاتب و بسیار پافشاری زیاد هر روز در تمام صنفا یا همی چیز میخواندن تعهدنامه یا بیعت و بیرق امریکا که به نام Pledge of Allegiance یاد میکنن. گویتر است که باید یک شاگرد از یا فرضاً در خود اداره مکتب در PA سیستم یا در Public Address سیستم یا در سپیکرها میگفت یکی از شاگردا با تمام شاگردا در کل صنفایی رو میشنیدن، استاد میشدن، دست خود بالا میگرفتن یا دست خود در روی خود میگرفتن، ایره میخواندن. من برسن یک تکرار بکنم شما حقای ایره سعی کنیم که این چقدر یک چیز خنده‌دار است. اولی که آقا نمیفهمه که Independence Day را در 4th of July تجلیل میکنن، میگن کدام آزادی، باز فوراً میاره گپا در سر Pledge of Allegiance، یعنی مثل ازی که اینمی چیزیست که در 4th of July تجلیل میشه. باز امی معلومات درست نمیتن. مثلا وقتی که حلف وفا یاد میکنین به بیرق امریکا یا عهد وفا، ایره وقتی که میخوانن شما از جایتان استاد میشین و دست راستتان روی قلبتان میگذارین و اگر در ملتری هستین سلوت ملتری را میکنین که معمولا عسکرهای رقمی سلوت میکنن یا سلام عسکری خود میتن یا احترام عسکری خود به نمایش میگذارن یا تقدیم میکنن. بنان
آزادی امریکا Independence Day 4th of July برای تجلیل allegiance نیست، ولی آقا را نشان میده که بعد از سپتامبر 11 که چقدر ما و شما خفه شدیم که این مملکتی که برای ما جای داد، این مملکتی که برای ما شلتر داد، پناهگاه داد، برای ما که از دست اینمینا میگرفتیم، که خود از آقام از دست اونمو رفیقای خود گریخته ده، امی امریکا آمده و امی امریکا اجازه دادش این میخواه که امی نفرت را که داره برای ما هم بته، در کله ما و در دل ما هم بگذاره. اما آقا در عین زمان معلمه فکر کنین و طفلکای افغانه که در کالیفرنیا در این مکتب میره، ای چقدر میخواه در کله از یا تاثیر کنه تا که احترام به بیرق امریکا را، احترام به آزادی امریکا را بر از یا بیمانا جلوه بده، به خاطر از که خودش برشی چیزا بیماناست. آقا عیاط تو که با این متوجه نشدم که ایده یک مذاق و خنده جور کنن، میگن که از شروع میشه که I pledge allegiance to the flag of the United States of America، که من اعلان تابعیت خودم میکنم یا بیعت خودم به بیرق امریکا. And to the republic for which it stands، و با این جمهوریتی که این بیرق از اون نمایندگی میکنه. تا بالا درست. من نمیفهم که چرا تایجهش قبول داره، به خاطر تفصیلات بعدی که میته. اگر واقعا این نفرت عمیق در مورد چی قضای دیگه در پلج الیجنس داری، دیگه قسمت اولش هم غلط میشه. قسمت اولش چطور میگی که تایجهش ولا سعی کنین ای آقا به حلف وفایی که مردم در این مملکت به بیرق خود میکنن، به کشور خود، به مملکت خود، به ملت خود، این میخواید توهین بکنه و ای آقا می حلف وفا به بیرق یا تعهد به این مملکت در واقع معنایش هسته، ای اشتباه میکنه به روز آزادی، یا روز آزادی را اشتباه میگیره به ای. 4th of July روز آزادی امریکاست، روز تجلیل Pledge Allegiance نیست. در واقع Pledge Allegiance تقریبا 120 سال بعدتر تصنیف شده توسط یک خانم و تقریبا 50 یا 60 سال بعدتر ای اداپت شده توسط کانگرس باعث حلف وفا به بیرق امریکا برای فدرال گورنمنت. این حاله دریج شما مجبور نیستین. وقتی که خوانده میشه مثلا اکثر مجالس حکومتی و رسمی به امی شروع میشه و دیگه در مکاتب حتی سازمان های شخصی همچنان ایره استفاده میکنن، ولی اگر شما نمیخواین مجبور نیستین. چنانچه چندین بار سپریم کورت امریکا در این قسمت تصمیم گرفته که مجبور نیستین. اگر ای آقا نمیخواه یا یک شاگرد نمیخواه که جزو از این مملکت و افتخار از این مملکت و احترام به این مملکت و بیرقش باشه، میتونه که برای در بسیاری مملکت ها اگه ایشکار کنین از یخنتان میگیره، اما در امریکا نمیگیره از یخن شما. این حال ای آقا میخواه که در عوض سرمی رشخندی کنه و نفرت را که در قلب خود داره به یک رقم شامل قلب ما و اولادهای ما هم بکنه. ای آقا معلم است در امریکا در یک های سکول و ای جای تاسف است که مملکتی که به ما اقا چیزای خوب داده در مقابلش یک نفرت داشته باشین. بیاین که ایره یک کم دیگه پیش برین، حالا که یک معلومات شما دارین ببینین که آقا چی میگه. ای شما و ای کلپ بعدی. One nation under God، یک پرابلم که یک ملت است تحت یک خدا. این منظورش از کدام خداست؟ الله، بگوان، جیسوس کرایست یا عیسی علیه السلام هم خدا میگن. منظور از یا عیسی علیه السلام است. این ملت تحت قیادت عیسی علیه السلام. یعنی منظورشان نیست؟ یا جورج بوش کدام زیاره یا گاد میگن. One nation under God. تا اینجا یک پرابلم اینجا پیدا شد. دیدین اولین مشکلی که میگم ما با ای دارم ایست که
یا میگن under God. کدام God؟ God یک کلمه است برای کسی که ما خداوند میگیم. عرب ها الله میگه یا مسلمان ها. کلمه الله از عرب آمده. این کلمه اگر الله نمی بود میتونست یک کلمه دیگه باشه. هر کلمه که می بود امروز و همون کلمه را استفاده میکرد. در انگلیسی God میگی، ما مردم خدا میگیم، یزدان میگیم. ولی آیا ما که میگم خداوند این کدام خداوند دیگه است؟ یا یزدان که میگم این کدام یزدان دیگه است؟ این الله نیست. خب ما منظورمون همون یک خداوند واحد است. یهود، عیسوی، مسلمان به یک خداوند واحد باور داره. یا آقا میگه که یا خو حضرت عیسی را هم خدا میگه. یک تعداد از کریستیان ها، تمام کریستیان ها نه، به این باور است که حضرت عیسی پسر خداوند است. لورد که میگن معنیش نیست که این خداوند است، نه. یا باور دارن و در آیت قرآن شریف هم است که خداوند از روح خود القا میکنه حضرت عیسی را در بطن مریم. یعنی ما یک بار روح خداوند در خود داریم. در وقتی که حضرت آدم و بی حوا را از خاک ساختن و روح خداوند رو دمید. ولی حضرت عیسی دوباره از روح خداوند در بطن مادرش نظر به آیت قرآن شریف ساخته میشه، القا میشه. از این خاطر یا روح خداوند به شکل مستقیم میگن در خلقت حضرت عیسی صداش، بناهن این میتونه که بگوییم پسر خداوند. آیا ما به خود اجازه میتیم که پسر خداوند بگوییم؟ نه. چرا ما پیروی از قرآن میکنیم. اما آیا تمام عیسویان میگن حتی پسر خداوند گفتن؟ نه. ولی آیا کسی از عیسویان میگه که اینمی خداست، خدای دیگه وجود نداره، حضرت عیسی خداست؟ من نمیفهم. اگه داره، من خودم این معلومات ندارم. اگه داره یک تعداد شاید داشته باشه. چرا در اسلام هم مثلا ما از شرک بد میبریم، مگر عملا مدمی روزا به شما ثبوت میکنیم که اینمی آقای صفی الله، آقای مجدی، آقای ستار و امراهای ازیا مشرک هستن. امراهایشان منظورم نیست که در صفحه پایین، نظرهای ازیا مشرک هستن. در جهان اسلام از افراد بدین ما مشرک شدیم، از تفرید بدین گناهکار میشیم. از افراد بدین مسلمان ها اعتیاد زیادشان مشرک شده. چرا؟ که از دستی که ما در تعریف پیغمبر خود افراد میکنیم، آیسته آیسته پیغمبر رو میگیریم در پالوی خداوند بلا تشویق قرار میدیم. چی میشیم؟ مشرک. مشرکی نیست. قرآن ما را اخطار میده که قبول نکنیم که حضرت عیسی پسر خداوند است و برای ما میگه که خداوند پسر نداره. ما در حالی که این را قبول داریم در قسمت حضرت عیسی و همیشه برشخندی عیسوی‌ها را میگیم که چطور تو میتونی بگویی بچه خدا؟ مگم در قسمت خود این را قبول نداریم. اگر شما دقیق شویم، ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم متاسفانه نمیگیم که بچه خداوند. غیر مستقیم بلا تشویق خود خداوند میگیم. اگر پیغمبر ما نمی بودی دنیا را خداوند جور نمیکرد. در کجای قرآن شریفه؟ پیغمبر خدا بهترین عالم میگیم. در کجای قرآن شریفه؟ برین قسمت معجزات پیغمبر را بخوانین، ببینین. در برنامه ما در یوتیوب برین معجزات پیغمبر با شفیع عیار، ببینین که ما در اوجه برای شما چه خوبی را مسئله را تشریح میکنم. بهترین پیغمبرها میگیم غلط هست، گناهکار میشیم. تمامی چیزایی را که میگیم یا بسیار غلطه یا به شرک راه میکشه. و همین ترتیب اگر یک کریستیان میگن غلط میکنن، مگر تمام کریستیانان نمیگن. و این the pledge allegiance که هسته، این منظورش نیست که خدای عیسوی یا خدای موسوی. وقتی که توی را میشنوی که under one God، اگر این دوستی بگوان داری در فکر تو اونمو بگوانت است. اینجا واضح نشده که بگوان یا خدای ما یا خدای تو. فکر کنین که اگر می نمی بود چه رقمی می بود؟ One nation under 52 gods، یا one nation under آقای رباب شکنز الله، آقای فلانیز Jesus Christ، آقای فلانیز God،
آقای شفیز یزدان، آقای چطور، آقای چنان امترکایی می بود، یا اگه هیچ کلمه گاد استفاده نمیکردن، حالا حتمی میگفت که سیکو که یا فرعون هستن، کلمه خدا را هیچ استفاده نکرده. چرا نمیگی one nation under God؟ ای آقا فکر میکنه که جورج بوش خدا هستن، یا خود حضرت عیسی خدا هسته، یا ای چرا الله نمیگی؟ خوش باش که در این مملکت جای دادید، موشت غار خود جای نمیشه، جارو رکش داره. برو عالمی رو بیاین که کلپ دیگه ایش ببینیم. حالا میریم به بخش دیگه ایش. indivisible به معنای غیر قابل تقسیم، چون این مملکت غیر قابل تقسیم است. دیگه دروغ. در حالی که در کانستیتوشن یا در قانون اساسی تکساس، وقتی که تکساس جزء امریکا شد، اوها یک ماده را در اوج اضافه کردن که تکساس دائم حق ازیر دارد که از امریکا جدا شود. پس indivisible نیست، divisible است، قابل جدایی دارد. هر آنه که تکساس خواسته باشه، یک نه به زور طیاره نه تفنگ به یک چیز اجازه ندارن که تکساس مجبور بسازن که جز امریکا باشه. سر چیز دیگه که خنده میکنه ایست که میگه یا در این پلج خود دروغ میگن. در قانون اساسی امریکا نوشته شده که وقت تکساس یک جا شد، این میتونه که هر وقت بخواد جدا شه. اگر نیویورک یک روز بخواد جدا شه نمیتونه، خود دموکراسی است. کل مردم رای میده که ما از این مملکت جدا میشیم، چی میشه؟ نیویورکی ها رو میکشن؟ نه، جدا میشه. وقتی که میگی one nation under God، معنیش است که کل ما خوشبین هستیم بین این مسئله. کل ما از صمیم قلب میخواهیم که یک مملکت واحد باشیم در زیر سایه رحمت یک خداوند. کل ما میره میخواهیم. اینا علاوه در قانون اساسی امریکا نوشته شده که تکساس میتونه جدا شه. حتی اگر نشدم باشه تکساس میتونه جدا شه. ولی گفت در سر عزیز که اینا همه قدر یک قانون معتدل برای خود ساختن، قابل احترام و با احترام به مردم، که مردم دلیل نمیبینه که از این جدا شود. یک تکساسی نمیخواه، اگر بکشیش پس دویده میه. مملکت ما را سعی کنین به نام هزاره توهین میکنیم، به نام پشتون، به نام ازبک، به نام تاجک. کل گیره نمیگیم از افغان غول، هزاره پچا، تاجک لوده، و کلگی ما کلگی را دو زده میریم. اگر میال در مملکت ما یک هزاره برای ریاست جمهوری خود انتخاب کنه، دیدی که چی میشه؟ آیا چقدر ما برش رای میدیم؟ ما من حیث تاجک، شما من حیث پشتون، چقدر ما میگیم که نه یک هزاره خوب است رای میدیم؟ نه، یعنی ما دمی سعید نرسلیم. ولی در امی مملکت اینمی قانون عمق یک قانون با احترام به مردم است و عمق قانون بنفشل است، قابل مفاد است برای مردم. اما تو یک سیستم جور کرده که مردم از عشق و شوق لی میتونه یک جای شه. اما ما از است که مردم پر نفرت هستیم، مملکت خود تکه تکه کردیم. ایران میخوایم همون نفرت به وجود بیاریم. والله justice for who, liberty for who. بیاین ای چی دیگه شه گوش کنین. Liberty and justice for all، که با آزادی و عدالت برای همه. چی از دروغ کلان، چی از دروغ کلان. ما یه استاد میشیم، ما قرآن میتن دست خود بالا میکنیم که بله ما این امریکایی شدیم. امی عدالت است. عدالت در اون 1% است که به بیلیون ها دلار دارن. آزادی بر از اون واست. این دیگه بیچاره رمه گوسفند هستیم ما. این کسایی که در والمارت و در تارگت و در جیسی پینی و در رستوران و در کمپانی های کنسترکشن و در موتر فروشی ها دیگه کار میکنن، یا جز رمه گوسفند است، یا هیچ چیز نیست. یا غلامای حلقه به گوش بادار هستن. یا نه آزادی دارن، نه جستس دیسی، عدالت دیسی ازاست میکنن. میبینین دیگه چیزی که میگه ایست که میگه که justice and liberty for all. کوکه justice and liberty for all؟ این تنها برمو یک مردم های بیلیونر هاست. دیگه مردم ها کلگی ما مثل بردر ایجا زندگی میکنیم. ایگه برای گفتن آسان است. آقای دکتر یونس هم میگفت که دموکراسی از این مملکت بیناموسی است، نه؟ مگر در عمل این رقمی قضاوت نمیتونیم.
تمام چیزا در دنیا نسبی است. ایره میتونیم که نسبت بدیم که امریکا سیستمش نسبت به ایران بسیار یک سیستم بی‌عدالتی است، نه؟ اما سعی کنین اولی که ما شما مسلمان هستیم، امی خود من ایس یک افغان مهاجر بیچاره جنگ زده کتمی فلسطینی های بیچاره نمونه بگیرین در اینجا. ما شما 30 سال با اونا ما چون 50 سال در جنگ هستن، خانه بدوش دمی ایران که پالوی مملکت ماست که کتی اکتیاد زیاد ما لسان مشترک داره، کتی اکتیاد ما مذهب مشترک داره و خود نمونه یک کشور اسلامی شیعه در دنیا میبینه. افغان بیچاره مهاجر که در اوجه رفته مهاجر شده خودش باعث افغان خریاد میشه، بچهش که در اوجه تولدم شده افغان خریاد میشه، بچهش هم که اوجه تولد شده خریاد میشه و حق رفتن مکتب حتی نداره. چی رسه به ای که حق داشته باشه که در یک چوکی حکومتی، چوکی مهم، یه حصه بگیره، حق بزنس نداره. اگر بفهمن حق بزنس هم نمیتنش. پاکستان جای دیگه، پشتونه که نیم مملکت پاکستان نیم نخوا یک حصه عمده دولت مملکت پاکستان مربوط از امی هسته، اما هم در اوج مهاجر بچه یاد میشه، نه؟ چی رقم یک زندگی ما در پاکستان داشتیم؟ چند نفر افغان مهاجر در پاکستان چوکی های کلان حکومتی داره؟ چند نفر ما در عربستان؟ این سعی کنین میگین که ما مسلمان ها برادر هم دیگر هستیم. کوکه کدام برادری، کدام مساوات، کدام حق؟ این حال چطور میتونین که در یک مملکتی که برای شما حتی حق ریاست جمهوری برای اولادتان داده شده که دیگه تولد شده و برای خود شما هر حق دیگه به استثنای زو داده شده، چطور ایره میتونین که justice for who؟ فکر کنین که 1% یا بیلیونرها زندگیش از ما کده بالا، فکر کنین صحیح مالدار یک آدم کار کرده زحمت کشیده پیسه داره زندگیش بهتره، اما به صورت مجموع کیست که یخچال نداره؟ کی است که یک موتر نداره؟ کی است که خانهش در زمستان گرم و در تابستان سرد نیست؟ کی است که از امی بازار امو گوشتگه و که امو بیلیونر میخوره یا هم نتانه بخوره؟ یک گرید پوینتر امو سیفود را که او میخوره یا هم میخوره. کلگی ما در سطح این مملکت نان آلا میتونیم بخوریم، زندگی آلا میتونیم داشته باشیم، اگر لباس هم ببینید لباس آلا میتونیم داشته باشیم، بس نه ازی که دیزاینر کلوتس که یک آدم نام خودم مانده عوض $100 رو مفروشه 50,000 یا 10,000 یا 2,000 یا 1,000. ما شما در غیر زو اگر از نام صرف نظر کنیم دیگه چیزا را داریم. امیر آیا در دنیا مردم در کدام مملکت ها داره به اثنای امریکا و اروپا یا ژاپن یا کدام مملکت دیگه که تیل خدا دادهشان چانس خدایی دیگه کس نداره؟ این حاله آیا ما امیر باید سپاس نکنیم؟ باید بکنیم. اما این آقا را سعی کنیم که نه تنها سپاس نمیکنه بلکه با اینمی گپ‌هایی که از سطح تلویزیون میزنه اولادای ما را تاثیر میکنه یا در ذهن کلشان نه، در ذهن یک تعدادشان این گپ میشینه و یک نفرت در قلبشان و در مغزشان پرورش میافته و بالاخره یا میتونن که توسط یک اتحاد دیگه جذب شوند در پاکستان و یمن و غیره جای رایشان و به یک تروریست دیگه تبدیل شد. این بیاین یک جای بم بکفانن و خدا که یک اتحاد مظلوم دیگه بکشن. از چه خاطر؟ از خاطر اینمی آقا. چقدر ما رقمی آقا فکر میکنیم؟ زیاد ما نه، اما حتی یک نفر ما is too many. یک نفر ما در جهان اسلام اگر سعی کنین یک نفر در 100,000 نفر شاید افراطی باشه، اما یا اینم امروز اسلام در یک کجراه کشاندن. بیاین به این کلیپ دیگه ببینیم. در اسلام مسئله غلامی و باداری که بوده یا در قدیما قبل از اسلام هم بوده، یک غلام یا یک کنیز در خانه بادار خود زندگی میکرد. درست است برای بادار خود نان پخته میکرد و کارش هم میکرد و ظرفاش میشست، اما از امون نانه که بادارش میخورد دمو محوطه که بادارش خواه میکرد یا هم خواه میکرد. این غلامایی که فعلا یا در امریکا هستن این خانه‌های بادار خود نتا ندیدن
که بازارش در کجا زندگی می آدرسش اصلا نمیفهمه. دیدن خانهش خود چه میکنی؟ نمیفهمه که در کدام طرف از خانه بازارش. میبینین به نظر از این آقا ما در اینجا بردستیم، ولی در اسلام هم بوده برده که ماندار بوده، ولی وا در خانه بادار خود زندگی میکنن. آقا اولی که اگر ما را در اینجا تو برده میگی که همه قصد زندگی های خوب داریم، ایره برد بگویم کسایی که در اسلام برده بوده زندگی سگ هم نداشتن. اولی که در اینجا همی خوصی های خودتا کس کشیده، غلام هم میکشیدن، نه؟ زنایی که ختنه میکردن سر چی میکردن؟ به خاطر که بادار میخواست این زنا را که گرفته بود بر رابطه شهوانی خود نگاه کنه، مخصوص خود بسازه. این زنا دیگر رابطه شهوت خوش ندارن با کس داشته باشن، تنها امی برده شهوانی آقای خود یا مستر خود میشدن. ما برای شما در بخشی که How Islam Fell in the Hands of Abu Sufyan در یکی از این بخشا گفتم که در زمان حضرت عثمان یک بردهدار که از صحابه کرام بود 1000 زن کنیز داشت در عراق، 1000 هم مرد غلام داشت. فکر میکنین که کل از یاده خانه خم میشد آقای رباب شکن؟ اما شما کی معلومات دارین؟ حالا اگر ما شکایت کنیم که چرا شما پلج الیجنس نمیفهمین، کنه شما اسلام هم نمیفهمین. بعد از او گپ میاره سر تلویزیون زرین و سر برنامه سازایش از جمله ما و فکر میکنه و ادعا میکنه که گویا ما سرهای پاچگیر هستیم و یک گپ عادیست که یا میگن اخلاق اسلامیشان همی از زیر نام اخلاق پیغمبر، اینمی اخلاقشان هسته و در اینجا ادعا میکنه که گویا ما از یهود پیسه میگیریم. وقتی که یا ما را یهود میگه باز ما یه تیپ میکنیم پیش یهودا میبریم که این کاکا مرا یهود گفت پیسه را زیاد کن. یا در عقل قاصرشان حتی عطایی امکان نمیگذره که شاید مردم تنها از خاطر پیسه نیست که کار میکنه، مثل یا شاید دیگه چیزا هم در دنیا هست که مردم میخواه به خاطرش استاد شه، مبارزه کنه و حتی سر خدا بته. سر خدا به پیسه کس نمفروشه، اگر بفروشه دیگه من نمیفهم که چی رقم یک انسان بیکله خواد بود که سر خدا به پیسه بفروشه و یک آدم هوشیار مثل من سر خدا به پیسه نمفروشه، ولی مفت میته به خاطر عشق رسیدن به هدف خود. و هدف ما است که مردم بیچاره ما کمک کنم. خودم دیگه چیز نیاز ندارم، خودم هر چیزی که در زندگی میخواستم دارم، اما ما همه چیز خود از دست میتم برای ازی که مردم بیچاره خود کمک کنم در درجه اول و برای ازی که در دنیا یک کار بکنم که یک صلح به وجود بیاید، یک تالرنس، یک دوستی، یک تحمل، چیزی که در دنیای اسلام ما وجود نداره. با اساس اینمی احادیث ساختگی همگی بلسته، یهود، عیسوی، هندو، بودیست، کلگی را باید بکشیم. مسلمان چی؟ مسلمان هم میکشیم. مسلمان اگر شیعه هستیم سنی، سنی هستیم اسماعیلی، بعد از او که کلگی یک رقم شد باز مسلمان خوب مسلمان خراب باید بکشه، باز مسلمان خوبتر خوب بکشه، باز مسلمان که بهترین است مسلمان بهتر بکشه، در آخر کلگی ما بخیر میموریم زخمی. باز اون وقت یک سال جهانی میشه. اینی ایدیای ماست برای دنیا. ما بر علیه زینمی مبارزه میکنم. حالا که آقای قدر سنگ اسلام در سینه خود میزنه، ببینیم یک کمک کمی دانش اسلامی از این چیست. دیگر از یارا خود تشریح کردم براتان. یک سوال بسیار خوب میکنه، امی کلپ از اول ببینین. یا سر کم کسا عملا نمیکنن، سر کم کسا ریش بد میگن، حدیث بد میگن، عالم دین بد میگن، مفتی را بد میگن، ملا را بد میگن، دستار را بد میگن، امام بد میگن، مذهب بد میگن. چی ما؟ میبینین میگه که ایره بد میگن، ملا و ریش اینا را بد میگن. خیلی چی مان؟ اما در میگپایی که زد در این گپا نگفت که خدا را یا بد میگن یا پیغمبر را بد میگن یا قرآن، و ما نمیگیم. ما خودم شخصا نمیگم. خداوند بزرگ ما را پیدا کرده، خالق ماست، رب ماست. قرآن
کتاب مقدس است که برای ما فرستاده و توسط کی فرستاده؟ پیغمبر ما که واسط است بین ما مسلمان ها و بین خداوند و ما نمیتونیم بدون پیغمبر قرآن داشته باشیم، یا اتو بگویم بهتره بگویم نمیتونستیم بدون امی پیغمبر امی قرآن داشته باشیم. بناهن ما از زیر قبول داریم و قبول چی که ایمان داریم، تسلیم هستیم، منتها به اینی چرندیات ازیا ما گوش نمیتیم. اون خودش میگه که ایره یک بار دیگه گوش کنین، سعی کنین امی 3 کلمه در ما بینش نیست، خوب گوش کنین ایره. یا سر کم کسا عملا نمیکنن، سر کم کسا ریش بد میگن، حدیث بد میگن، عالم دین بد میگن، مفتی رو بد میگن، ملا رو بد میگن، دستار رو بد میگن، امام بد میگن، مذهب بد میگن. چی ما؟ بازی انسان مسلمان سوال میکنه، میگه خیلی چی مان؟ قرآن مان، پیغمبر مان، خدا مان، یعنی که همه چیز مان، همه چیز مان. جایی که خدا است و پیغمبر است و قرآن است همه چیز مان. اتو بگو که چی نماند ملا. اما از یا چی توقع داریم ما؟ ازی بیشتر نیست. اینا یک آدمه که اینمه قبه سواد است، حال سر کنین که این نظر خودم میته که با ما واره ملحدین و یهودا و کافرها چی باید کنه کمیونیتی اسلامی که تا تلویزیون زرین از بین بره. ای شما و ای کلپ بعدی عقل کل. پس ما باید چی کنیم در مقابل این قسم مردم؟ وظیفه ما چیست؟ من شخصا فکر میکنم که ما باید یا را بایکات کنیم. بایکات یعنی مقاطعه اقتصادی و تمام کسایی که در تلویزیون زیاد اعلان میکنن برایشان زنگ زده شود که دیگه اعلان خود در تلویزیون زیاد نتن، و تمام کسایی که بازم ادامه میتن اعلان خود در تلویزیون زیاد میتن، باید ما از اون چیز نخریم ولو که قیمتشون 50% قیمت دیگه جای هم باشه. یه خودگذری به کار داره کسی که پیغمبر ما را بد بگوید. میگه ما باید مردم زنگ بزنین و این زنگ زده میره کل مردم که ادورتایز داره به تلویزیون زرین نتین و مردم بیچاره ما هنوز هم برازی اجازه میده که گپ بزنه و بعد از او این مردم ها با گپ از ایماندار گوش نمیکنن یا میتن ادورتایز خود به تلویزیون زرین. کسی که ادورتایز میتن این فکر نیست که آقای شفیع عیار چی میگه یا داوود نزار یا خالصی مین اومد، یا این فکر است که همین بزنس خود چطور پروموت کنن در سر افغانا که 1 روپیه برشان بده. اگه یا ببینه که در تلویزیون ما بهتر است یا آقای مسکینی ها هر کس دیگه در وجه اعلان خود میته. این حال اگه تلویزیون زرین زیادترین بیننده را داره که داره، یا ترجیح میتن که بیاین در تلویزیون زرین، همو پیسه خود میتن از او میخواین مفاد بکنن. یا آقا چی میگه؟ میگه نه ما برات امر میکنم که نتی. خود تو هنوزم بگفته من نکدی مثل ربابای مشکنان اومد. مردم از یا چیز نخرین. کی میگه؟ کاکا رباب شکن میگه. کی از کاکا رباب شکن؟ کاکا رباب شکن یک طالب دیگه است که فورس میکنه عقیده خود در سر تو، عقیده غلط خود. کنین این کلپ دیگر این کمر از یارو شکستان نبیرزی نمیتونن برای اینکه یا از بادارای خود تو پیسه میگیرن که این پیسه اعلان برای یه چند. میبینین خودش میگه که یهود قبایا پیسه میده که یه ادورتایز یه چیزی نیست. خیلی ساده. حالا چرا تو پشت ازی میگردی با کل چرا زنگ میزنی با مردم زنگ میزنه که ادورتایز دارن با تلویزیون زرین نتین؟ اول خیلی سادگی. دوم دیگه همی حقا چرا یک انسان به خود بته؟ ما هیچ وقت به یک آدمی که بزنس داره نمیگم که آقا می بزنس تا به این نفر نتی به این نفر بته، به خاطر او از خود عقل داره، از خود اراده داره. چرا یک نفر ادورتایز میته بر از این نمیته که اسلام کمک کنه یا اسلام نقص برسانه؟ اگه اسلام کمک میکنن تلویزیون آرمان ادورتایزر خود میدادن که سرپای استاد میشه که تنها یک تلویزیون تنها اسلامی بود. اما یک آقایی که بزنس داره ادورتایز میته و بر از این ادورتایز میته که بزنس خود کمک کنه. هر جایی که چانس گرفتن کستومر زیادتره با او بزنس میته.
ما امروز تلویزیون ما با هر تلویزیون دیگه در اینمی تلویزیون‌های خارج مرزی ما میتونیم که ادعا کنیم که اگر بلندتر نیستیم برابر هستیم. با امی پول مناسبه که تلویزیون زرین میگیره چی دلیل است که یک نفر برای از یا بزنس نته معلوم داری آقا با مردم زنگ میزنه یا را میترسانه و او آقا که با گفتش نمیکنه ببینین میگه باز ما خود از او را بایکات میکنیم، او را میگیره میترسانه. اینمی اونمو طالبا است. طالبا چی میکردن؟ عقیده خدا بزور سر مردم میقبولاندن، لنگی خدا در سر مردم دیگه میماندن، چادر زن خدا یا چادری زن خدا سر زن مردم منداختن. هر کار دیگه که میخواستن خودشان که فکر میکرد صحیح است اونمو سر مردم دیگه هم میکردن بدون از اینکه یا قرآن آمد نظر بگیرن یا بفهمن یا آقا اونمو عین عقیده را داره. این به کلپ دیگه بریم. بیان شد liberty and justice for all، آزادی و عدالت برای کلگی نخیر. خلاصه اینی جشن یا تجلیل کردن چراغای سرخ و سبز برای کلگی نشان دادن که ما بیچارا که یک غلامایی که هستن یا بازی بخورن که کنن ساعتن اینم ما بر شما تو ساتریا تیار کردن. نه این اغوا کردن مردم است. بدبختانه که ما چه قسم و چی آزادی و چی سادگی ما اغوا میشیم. میبینین ما میگم که فرق پلج الیجنس که چی نمیفهمه که تمی 4th of July ای 4th of July میگه کلش پلج الیجنس چی میکنه تشریح میکنه. استاد محترم 4th of July تجلیل پلج الیجنس نیست، روز آزادی امریکا را تجلیل میکنن. ببینید که برنامه ادامه میفته و ای در سر از این که در امریکا میخواین یک صنف دیگر را زیاد کنن پیش از صنف اول. ای چی میگه؟ مضمون دیدم راجع به مکاتب کالیفرنیا در یکی از روزنامه ها که اگر شما باید توجه کنین این راجع به نوشته که schools prepare for new grade که یک صنف دیگر در صنوف پایین اضافه میکنن. یعنی kindergarten یا در کودکستان یک صنف دیگر علاوه میکنن. چرا؟ به این تشریحات شده نگفته که چرا، من چون من در مکتب کار کردیم من میفهم که چرا. شاگردایی که در صنف اول میاین به سواد محض رنگ نمیفهمن که سرخ خطی سبز یک تعداد زیادش ABC رو نمیتونن خوانده، صنف اول هم شدن، از کیندرگاردن هم پاس کردن. و دیگه ای که ای چقدر ساده است، میگه تمام چیزا از کالیفرنیا شروع میشه، رنگ سیاه تیز بروت و ریش آقای رباب شکن هم از کالیفرنیا شروع میشه، بازمود میشه نمیشه. کاکا کالیفرنیا سمبول یا سرمشق کل دنیا نیست، ولی خیره این چیزا را یا میگن ولی سعی کنین که چی میگن. کسایی که فرزند اروپایی را میبینن یا در دیگه ایالات امریکا که چون در دیگه ایالات امریکایی نیستن، خدمتتان عرض شود که همین مود و فیشن و تعلیم و تربیه و اقتصاد و بلا این از کالیفرنیا شروع میشه. بالاخره چی سیکرت فرزند، یعنی منع کردن سیکرت در رستوران ها و در شفاخانه و در مکاتب که بود از کالیفرنیا شروع شد. هر چیز، هر ترندی رو میگم، هر ترند یا مود که یک چیز میشه از کالیفرنیا شروع میشه و دیگه جای امریکا تیپ میشه. دیدین چرا این گپ از درست است که در امریکا یک صنف دیگه پیش از صنف اول کار است؟ برای چی؟ به خاطر که در امریکا بخصوص در جای مثل کالیفرنیا که امیگرانت زیاد هسته، مهاجر زیاده، ما چی یاد میتیم اولادای خدا؟ اول فارسی و پشتو یاد میتیم، قرآن شریف یاد میتیم، مسائل دینی، نفرت از دیگه مردم ها. یا که در صنف اول میرن نه انگلیسی یاد دارن نه چیز دیگه، یا این از ما انتقاد نمیکنن یا یک سلوشن میخواین پیدا کنن، یک راه حل. راه حل میگه ایست که می صنف سر از یا یک سال پیشتر شروع کنیم، یک صنف پیش از صنف اول کیاره آماده بسازیم. چرا اولادای ما که مکتب میره ما یاره در خانه دیگه چیزا یاد دادیم، یک سال میگیره که آماده مکتب شه. بازی آقا چی میگه؟ میگه در چین تو نیست، در کوریا تو نیست،
معلوم دار در چین و کوریا نیست. در چین و کوریا تو ره جای نمیته. اولاد تو مانا نداره. اولاد تو که در چین میره یا در کوریا اگر رام بتیته باید روز اوله که میره صحیح لسان یاد داشته باشه. در غیر از او در سن بیرون مندازنش. ولی در اینجا به این احترام میکنن، به می دایورسیتی که در این مملکت هست احترام میکنن و این را میخواین راه حل پیدا کنه. اینا سعی کنین نمونتن خود از این یک بچه که افغان آورده که شعر فارسی میخوانه. ببینین شما و این کلم شعر از خواجه معیدین چشتی را بخوانن. بهمن جان تو این شعر خودتان با قلم خودتان نوشته کردین؟ حال از مکتب ها رخصت هستین؟ آن صنف دو میرم. صنف دو میرین؟ نام خدا. ای خواندن نوشتن در فارسی یارا چطور یاد گرفتی؟ از افغانستان یاد داشتی یا در اینجا یاد گرفتی؟ نه افغانستان کتابایی که در ما روان کردن در خانه یاد گرفتم. میبینین اینمی یک نمونه است. ما خوشحال هستم که بچه که آمد نام خدا تا مقبول شعر خواند. ما در این کدام مشکلات ندارم، اما سعی کنین که در این مملکت اینمی گپ است که ما اولادای خود اینی چیزا را یاد میدیم. این بچه در صنف اول شعر انگلیسی را نمیتونست بخونه ولی شعر فارسی را میتونه بخونه. بنان وقتی که در مکتب میره دو سطح نیست. ولی این مردم یک قانون محترم ازی همی پلج الیجنس، اینمی جستس and liberty for all، اینمی مانایش است که اینمی بچه یک جستس باید برش باشه. یا میفهمن که اینمی بچه به یک فامیل تعلق داره که به یک لسان دیگه است، به یک فرهنگ دیگه. خیره اجازه بتین که باشه ولی راه حل پیدا کنین. اما این انسان اون امور نمیفهمه. این را باعث یک چیز منفی بر از یا کار میگیره. چیزی که در چایناست اون مثبت است. اینی چیزی است که در میدیای بیرون کشور ما وجود داره. سعی کنین ما چطور یک نفرت در مقابل همدیگر ما، در مقابل این مملکت، در مقابل قانون ازی، در مقابل تمام چیزهای ازی در گوش مردم میتیم. چی کنیم؟ آقای سرهنگ آیا بهش گوش بکنیم؟ نه. آیا خاموش باشیم؟ نه، گناه است. اینمی میدیای ماسته. آقای مسکینیار باور کنین در سطح پایینتر از اینمی آقا برنامه خودش میسازه. من نمیخوایم که در این برنامه آقای مسکینیار را گرد بکنم، اما جای تاسف است که آقای مسکینیار یارا آورده تمام اخوانی ها را در تلویزیون خود. کسایی را که نماینده طالبان میگفت وقتی که در صدای افغانستان تلویزیون آقای حمیدی بودن، امروز کلش آورده در تلویزیون خود. امروز این انتقاد میکنه به حکومت کرزی که ای به خارج و منافع خارج وابسته است. تو به کی وابسته هستی؟ برای گرفتن پول اینمی نفرها را آوردی و گوش میکنی کلگیشانه. آقای وثیق که یک انسان با مراتب بهتر بود از تلویزیونت پس کردی. برای چی؟ که یا فورست کردن یا سرت زور آوردن. ولی سعی کنین که ای با ما آقای مسکینیار چی میگه؟ میگه آقا مرا میگه که برادر خورد ما رستیم اگر چی کل پای از یارم میمونی یارم مشهور میسازی هیچ نمان. شما سعی کنین را امروز شما ببینید برنامه تلویزیونیتان از برنامه تلویزیون آریان افغانستان به اصطلاح آب میخورن. هر برنامه ما که تیر میشه از برنامه که از تلویزیون خواه توسط برنامه ساز آزاد یا غیر آزاد باز فوراً یک تلویزیونچی دروازه رو باز میکنه که کلپا رو مندازه که فلانی تو گفت فلانی تو گفت. تو برادر تو خودت کار خودت کو پولت میدی فقط یک آدم دیگه مشهور میسازی. آقای مسکینیار فکر میکنه که ما یارم مشهور میسازم. خیر آقای مسکینیار، ما یارم مشهور میسازم. سیمینومرام ساختم، استاد ابوبکر دیگرارم و باور کنین که اگر این ادامه بفهم ما شما را همچنان مشهور میسازم. این را به یاد داشته باشین. ولی سعی کنین این آقا را من مشهور میسازم که شما بفهمین. بعد از او تصمیم شما است. ما شما را نمیگم که با این نفرها قطع کنین. اگر شما یک بزنس کمیونیتی هستین، کسایی را که میگه ادورتایز به تلویزیون زرین نتین، اگر شما در بزنس هستین حتمی عمق عقل دارین که بزنس دارین. تصمیم شماست که با کی بزنس بتین با کی بزنس نتین. ولی اگر با ما یک زنگ ده که به این تلویزیون اعلان نته، به این تلویزیون بته، ما باور کنین همی تلفن دمی سرش میزنم. اگر ما بفهم که امو تلویزیون مالا اینا را تحریک میکنم، ما با امو تلویزیون ادورتایز خدا نمیتم که برش بفهمانم که یقتون نیست که مرا مجبور بسازی. میبینین این میگه که او کسی که با گفت ما نمیکنه انوزم اعلان میته ایران ما باید ازش چیز نخریم، یعنی که ایران بایکات کنیم. اولی که ی آقای سرهنگ نمیفهمه که بایکات
تحریم اقتصادی نیست. بایکات میتونه هر نوع تحریم باشه، یکی از اشکالش است تحریم یا بایکات اقتصادی. ولی کدام چیز از یارم زودتر اصلاح کنم یا از سر تا پای غلط هستند، اما ما چیزای مهم از یارم کم کم اصلاح میکنم. هموطن عزیزم، دست ما بگی پالویم استاد شو. ما باید این چیزها را، این کثافت ها را از دامن خود بتکانیم. این مردم هایی را که به نام ملا آمدن و ما و شما را با کجاها کشانده باید پس کنیم. دیگر نمانیم که دین با یک کار تبدیل کنن و در گلون ما کش کده بره. قرآن را بگیرین، بخوانین، بفهمین، پس کنین. یا قرآن خونه نمیفهمن، ما هر روز غلطیشان میگیرم، مگه هیچ چیز نمیفهمن. اینی یک معلم است. و چطور تو میتونی که در مکتب کار کنی و معاش بگیری و در این زمان این مملکت و این سیستم اینقدر نفرت داشته باشی؟ تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.